هنوزم وقتی مهمون داری با یه مش چیپس و پفک از مهمونات پذیرایی میکنی؟ بیا تو بهت یاد بدم با چند تا قلم چی ساده یه میز خوشمزه و شیک بیچینی. اولین دیپی که میخوام درست کنم شود هست و پیازچه و گردو. خوب که ریز خوردشون کردیم قاطیشون میکنیم، بهشون نمک و فلفل اضافه میکنیم، بعد 2 تا قاشق پنیر لبنه بهش میزنیم و 2 تا قاشق ماست یونانی. این از اولین دیپمون. دیپ بعدی که خودم عاشقشم حمصه. برای حمص هم نخود، سیر، پنیر لبنه و ارده اضافه میکنیم. به جای چیپس هم من از این نون سمبوسه استفاده کردم. مثلثی یا هر شکل دیگه که خواستین خوردش میکنین، بهش روغن زیتون میزنین و میذارینش تو هواپز. یعنی من عاشق این رول پنیر و ریحون و گردو هستم. نون سمبوسه یا خمیر یوفکا فرق نمیکنه. یه لایه پنیر، ریحون و گردو رول میکنین. بعدم تو روغن داغ سرخش میکنین یا میذارین تو هواپز. دیپ بعدی دیپ زیتون و ژامبونه. زیتون و ژامبون خوب خرد میکنین ریز ریز. بعد بهش ماست اضافه میکنین و یه کوچولو جعفری. اینم از میز قشنگ من. دل بلا داره حالا که یه مبتلا داره، یار دل بلا داره حالا که یه مبتلا داره، یار دل